اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل؟ آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آیا دسیسه ایشان را بی اثر نساخت؟ بر ایشان پرندگان ابابیل را فرستاد که ایشان را با سنگهای گل پخته می زدند و ایشان را همچون کاه خورده شده گردانید. صدق الله العظیم.